این تمرینه به نظر من خیلی چیزا درست میکنه، باعث میشه که حالا خطاها خودت هم بدونی یه جایی روتوش کنی تا برسی به اون چیزی که میخواد. و چون با دوربینم بوده قاعدتا دوربینم خیلی کمک کرد. آره ببین دوربین مثلا من با گوشی اول این کار میکردم، بعد میدونستم که فضا اینجوریه، گفتم بچه ببینیم بومه این صدا اینه، بعد میذاشتم تو گوششون خودشون صدا گوش این انگار هی فاصله هم مستند یاد گرفته بودم، انگار یه فاصله خودتو با کاراکترات و آدم‌ها کم و کمتر می‌کنی، انقدر نزدیک میشی بهشون که اصلا حضور تو عوامل قرار نیست احساس بشه. خب این صدا میگیره چه جالبی. اینم یه دوربین رضا گفتم یه دوربین آلفا 7 مارک 2 به همینجوری دست گرفته، چی میگم یعنی بدون اینکه حتی یه شولر داشت ولی اینقدر سبک بود احساس نمی‌کردی وای تا حالا فرق کن جلو اونم واسه یه تجهیزاتی بیاری نوازی کردن اصلا نمیتونستم. و اینکه بخش اعظم عزیزم توی محیط خارجی داره اتفاق میفته، قاعدتاً حجم نورپردازیتون اونجا اومده پایین. ما کل حیاط گونی کشیده بودیم. خودتون نور داده بودیم. آره همه رو بعد اون نورا روی عملکرد نوازیگرا داربست داده بودیم، نه تلطیفش کرده بودیم دیگه اذیت نمی‌شد، اصلا درگیر اون نبود. خب خدا رو شکر درگیر اون نبود. چون این نورا کیارستمی حرفی داره که میگه با نوازیگر میخواین کار کنید دوربینتون رو تا جای ممکن بذارید عقب، خودتون رو برید عقب، نورپردازی هم نکنید. حالا اینکه تو با نوازیگر کار کردی اونجا رو به طور کل محیط خارجی رو گونی کشیدی و این در اومده، این خیلی پوینت مثبت. آره چون نمی‌شد، اختلافات زیاد بود تو حیاط، سایه‌اش اصلا از یه دفعه سایه بعد خود ساختمون هم سایه می‌انداخت تو حیاط به شدت خیلی زیاد. بعد از این می‌خواست بیاد تا افتاد تو سایه اذیت می‌شد، ما نمی‌تونستیم، یعنی هر کاری می‌کردیم نمی‌شد، مجبور بودیم این کارو کنیم. خیلی عالی. دوستان سوال چیزی من جا ننداختم کسی هر موقع از چی میگه بریم خداحافظی کنیم بریم پایی بشیم چای بخوریم. او لذت من که دارم یه مسئله‌ای که من تو فیلم اول و دوم دقت کردم، مردا از نگاه زن‌های فیلم‌ها یه جورایی شریرن. از نگاه زن‌ها شریرن. یعنی تو فیلم اول ما می‌بینیم که خود مردم میگه زنم شکاکه و داره به یه چیزی فکر میکنه که واقعا مثلا نمیدونستم یه همچین قانونی هست. هست الان هم آره هست. اصلا تو مجلس میدونی بارا سر این مسئله داشتن؟ نه بابا واقعا یعنی میرن قانون تصویب میکنن که اسلام دستکاری. آره دیگه اینا هر لحظه درگیر این چیزا میگه بی خودی مملکت اونجوری. تو مجلس رو دنبال میکردی ببینی؟ من خود اتفاق دیده بودم، یعنی همچین دختری با همچین شرایطی قصه‌شو میدونستم. و فیلم دوم داره این اتفاق توش میفته، یعنی زنها باز یه نگاه دیگه‌ای به ما، حالا جز اون زنی که میگه اون اسم اون کاراکتر یا رفت که مرده همه بابایی که مرده توی عزیز اکبر حاج اکبر میگه حاج اکبر غمی فامیلیست مال همون آره گفتید شوهر همون خانم است که اون خونه مالش بود دیگه، فامیلش غمی بود. خیلی داستان آره بعداً پسراش اینا گفت اینو دیده بودن اونم چرا بنر زدی اسم بابا ما رو، بعد بنر چیز تسلیت خود اکثر که جلو در میان بابا خودش. ای وای چیکار کردی با این من میخوره؟ نه اوکی هست اجازهش گرفته بودیم ازشون. دخترای این پیرزن سابملکی اومده بودن گفتیم، ولی بعدش که فیلم ساخته شد اینو یکی رفته بهشون گفت واجی این چیکار کردی؟ واقعا عجیبی هم کردی. ولی اینو میخوام اشاره کنم که حالا به جز اون حاج اکبر که خانم میگه حاج اکبر خودش مرد خیلی خوبی بود، ولی از این ابراهیم میترسید. این ابراهیمه میشه همون از نگاه این زن‌های دسته که حالا اون یکی خواهرم میاد، بعد اون داداشه میاد پوش میذاره روی این قضیه، شروع میکنه به کاری کردن. و باز یه فلش بک بزنیم به فیلم اول، نگاهی که زنه به مرد داره یه ذره شکاکه، یه ذره یه جورایی اینجوری به من رسید که یه جورایی انگار دارن مردا رو یه جور دیگه نگاه میکنن. این ببین نمیدونم، ولی مثلا الان چیزی داشتی میگفتی تو ذهنم بود، میدونی انگار مثلا چجوری بگم، مامان بزرگم بچه‌ش میترسید
این درصد کجا میاد؟ میدونی؟ و انگار مثلا با بزرگ من خیلی میتونست بیشتر از این زندگی کنه. انگار مثلا داییای من نذاشته. این حسی که تو خودت داری یا مادر بزرگت داره؟ نه، انگار ناخودآگاه من اینجوریه، میدونی؟ یعنی آدمای دور بر من مثلا انگار تأثیر گذاشتن توی قصه های من بدون اینکه من خودم شاید اون لحظه بهش فکر کردم. یعنی مثلا بزرگ من حالش اوکی نبود. خب بابا خیلی داریم داستان، یعنی با همین الانش هم همه پدر مادرها و دایی و عمو خاله و نمیدونم عمه سر کول همه میافتن سر اینکه آقا این خونه رو چیکار کنیم، ارث میراث من چی میشه، صاحب من چی میشه. تازه تو خانواده مذهبی و اینجوری گرفته تا خانواده اصلا غیر مذهبی یا هر جوریشو بخوای هست. بابا این زنه اصلا زمینگیر شده خدا بزرگ، هیچی نمیفهمه. آلزایمر شدید داره. شما مثلا چی دید دهم؟ تازه میرن ازش پرسن زمین داشته؟ اون بنده خدا خودش رو پیس کرده، اینا میخوام ببینن زمین داشته. حالا یه سوال، خانوم بیشتر به خاطر اون نظره میاد که نظره رو ادا کنن که حاج آقای روش در نمیدونم عذاب نباشه، یا به خاطر خودش میاد که یه حیوان یا گوسفند گیرش بیاد، یا میاد که اطلاع بده که حق خوری انجام شده؟ این همش هست. آره این سه تا همه کارا رو آره. و با یه اومدن یه تلنگر میزنه و کلاً همه چیزو برمیگردونه. آخرش هم که دعوا میشه. و این جذابیتش هم اینا به خاطر رفتار خودشونه که اینجوریه. این فقط یه آینه اومد جلوشون. آره آفرین. انگار بعد این میومد تا ما واقعیت اینا رو بفهمیم. من اوایل دیدم گفتم خانم عجب این شخصیت اومده به خاطر یه دوستان داره خودش بعد کتک هم میخوره. بعدم نه اتفاقا اومد حقایق رو روشن کرد بعد رفت. این جذابه. این اتفاقا اونا تازه جلو هم دیگه انگار میفهمن چه غلطی دارن میکنن با برادرها. بیشتر هم دیگه رو شناختن دیگه. من فکر کنم هنوز توی این عالم ها نیستن که بخوام مثلا اینو بفهمن. بازم اینجوری نگاه میکنن. من این برداشت کردم که الان هیچ کس متوجه اشتباهی که خودش کرده نمیشه. میخوان منافعشون اینجا مهمتره دیگه. اشتباهات همدیگه رو ببینن دیگه. و به خاطر این اصلا مادرتو پایین گذاشتی انگار نه انگار اون گوشه بچه سپردی که مثلا از این نگه سرگرمش کن. پیرزن چیزو سرگرم کنه؟ بعد هنوز بعضی نه هنوز خودشون نمیدونم خیلی چیزا رو از مادره. چیه مثلا بچه‌ای اصلا نمیدونی وضعیت مادرتون چجوریه. میدونی تعجب میکنه از اینکه مثلا شلوارشو پیس کرد و یکی میگه که اینکه میگفت بعد اون گوشه پایین گذاشتید چی رو دارید مثلا مادرتون حاضر نیست حتی بیاد بالا تو جمعیت. چطور میشه که همون آدم آخر شب قراره که همه چیز رو تعیین کنه؟ چطور نمیشه؟ اون آدم درستیه. اون همون یعنی اون آدم درسته میدونی به موقع جواب میده. اون به این فکر نمیکنه به نفعش چیه به نفعش چیزی. از نگاه بچه‌ها دارم میگم در نهایت داری باز به هم برمی‌گردی. ولی حاشیه امنه به این بچه میره اونجا بازی میکنه. بچه خود زنه با یه دونه بچه تخسه انگار پیش مادر بزرگی آرومه. ولی هم باباش زده گوشیشو. و یه چیز حالا کسی سوال داره؟ ادامه بدم. آب میخوره سعی اذیت شدی. این آبا رو این هفته به خاطر تو بودن لاکچری کردیم. چون هفته پیش یادت باشه ما آب نداشتیم. اینجا میزم نداشتیم. راست میگه. اینا به خاطر تو بچه‌ها ببینید. بله 100% شکی در نیست. مهدی یه بزرگتری همیشه توی فیلمات هست که یه مقدارم حال و اوضاع جسمیش بده. من می‌خواستم ازت بپرسم این از کجا میاد؟ از لالوی حرفات فهمیدم که از مادر بزرگه. از مادر بزرگ، پدر بزرگ، از مادرم، از آدم‌هایی که درگیر اینا. مثلا من سینمایی می‌کردم میشم مثل مادرمه. خب سختایی که آدم کشیده. ولی انگار که ما نمی‌فهمیم داریم با اینا چیکار می‌کنیم. حواسمون به اینا نیست. اونا دارن مسیرشون رو میرن ولی ما نمیدونیم کجا چندیم با اینا. نسبتون با اینا چیه؟ فرزندیم باید چجوری باشیم؟ اگه مثلا همسریم باید چجوری باشیم؟ اگه مثلا نوه‌ایم باید چجوری باشیم؟ و اینا دارن یه مسیر سپری میکنن و اتفاق براشون افتاده.
این مثلا من آبا رو که ساختم مادر بزرگم خیلی مادر بزرگی مذهبی، ولی آدم درستی بود. هم پدر بزرگی هم مادر بزرگی آدمای درستی بود. مذهبشون مذهبی الکی نبود. یه واقعا اعتقاد داشتن. کاری ندارم من به شخص خودم یا اونا، ولی اعتقاد داشتن. یعنی در این حد که مادر بزرگم آلزایمر گرفته بود، به بابام هم میگفت که ببین من درست میگم، مثلا شب اول قبل ازم سوال کردم ببین ترتیب مثلا اماما رو درست میگم، ببین مثلا یه بار اشتباه نکنم من در فراموشی ببین همچین. بعد خیلی یعنی آدم عجیبی بود، نه که مثلا جا نماز آب بکشه و از اینا نبودن، ولی وقتی که مادر بزرگ من حالش بد شد اومد تو خونه و من استثنا اون روز با مامان بودم و عمویی و اینا رفته بودن اینا بیمارستان رو برده بودن و من ندیده بودم مادر بزرگم اینجوری به خاطر اینکه من آدم قوی دیده بودم و این اصلا عجیب بود. این کم چند سالت بود؟ این مادر بزرگ من تقریبا 7 سال پیش بود شده در من 30 سال بودم 27 سال. به اینو آوردنش تو خونه. بعد این میدونی چی بود؟ یه زن قدرتمندی بود. بعد من مثلا میرفتیم روستا همون برزو میرفتیم تو باغ داشتن اینا دیگه، رفتم میوه بچینه اینا خودشان درخت میرفتن بالا. به من گفتن نه یا تو نمیتونی بیا. بعد با بزرگم چند سالش بود 70 سالش بود. شکستنش رو بچش. آره بعد میرفت این زردالوها رو میچید و ما پایین بودیم مینداخت تو این سطله جمع میکردیم. بعد من یک کم کم دیدم که این مادر بزرگمو دارم از دست میدم. پدر بزرگ تازه من از اینا یه مستندم ساخته بودم. من یه فیلم دارم از همه اینا در مورد عموم که خیلی آدم چیزی بوده، عجیب غریب بوده و اینا دارم در مورد این صحبت میکنم. آره که چرا این آدم اینجوری بوده. خب از آدمای خلق افکار بوده ولی بعدش به جبهه شهید میشه. آره و اینا بهش میگن که چه این اصلا چرا اینجوری بوده بچه، ما نمی‌تونیم کنترلش کنیم. مثلا اون موقع دوست دختر داشته، مثلا مجبور بوده با بزرگم با بزرگم مثلا اینو ببره حوزه علمیه اینجوری که تنبیه بشه. بعد ویل می‌کرده پول شهریه‌شو میرفته با بابای من سینما تهران میومده مثلا سینما، بعد پول نداشتن شب برگردن گدایی می‌کرد. مثلا مدل اینجوری بوده. خب یه مثلا فضای اینجوری. بعد مادر بزرگ منم مثلا چند تا بچه داشته، یه دونه 16 تا بچه یکی اینا فوت می‌شدن. 4-5 تا تایش مثلا بوده و قبلا هم یه سیلی میاد تو ورزوک بچه 70-80 سال پیش و اینا مثلا دو سه تا دایه‌ها من فوت می‌کنم تو سیلی و اینا برمیگردن میان کارشون دیگه اونجا نمی‌مونه. نه حالا اینو می‌خوام به اینجا برسم که من مادر بزرگ اینجوری داشتم، پدر بزرگ اینجوری داشتم، ولی اون روز که من مادر بزرگم رو دیدم که بابام اووردش و این دیگه کم کم مثلا 14 صبح مثل بچه را میرفت. یعنی از اینجا مصطفی می‌خواست بیاد اونجا یه ساعت طول می‌کشید. بعد اینا قربون صدقه‌اش میرفتن. من مثل بچه نوزادی که میخواد مثلا تازه 6 ماه یه سالشه میخواد حرف بزنه میخواد راه بره و بعد مادر بزرگم آوردن اونجا. بعد مادر بزرگم خیلی حالش بعد آوردش رو تخت گذاشتش و همجوری نگاش کردم نمیدونستم مثلا باید چی بگه، مثلا میفهم من چی میگم اون متوجه میشه و اونم دیگه تکلم واسه سخت شد. بابام رفت عموم رفت بخوابه، شیفتی بودن اینا. بابام اونجا وایساد، بعد عموم خواست بره دستشو گرفت با همون زبون بی زبونی گفت من نجاتم. اینو که گفت من اصلا از خود اصلا حالمو نفهمیدم. من رفتم تا صبح که قملاقات گریه کردم و فلان. این که این دست اینو گرفت اینو گفت این دیگه من نتونستم مثلا رهاش کنم. و همچنین مادر بزرگ مامانم 12 سال همینجوری خوابید و همینجوری آب شد نه خونه‌اش فهمید کجاست نه بچه‌هاشو فهمید. یه عروسکی داشت الان تو سینما اونم گذاشتن دیگه آلزایمر گرفته بود، بچه‌هاش هم نمیشناخت، خونه‌ام نمیشناخت، شوهرش هم نمیشناخت، همش بود من خونه خودم.